بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امروز درس إن شاء الله نظر است. نظر این عبادت است. این نظر این عبادت است که خود انسان به خودش عهد می‌بندد به الله، عهد می‌بندد و برای خودش چیزی که نیست برای خودش واجب می‌گرداند. مانند مریم علیه السلام که در قرآن ذکر شده است در سوره مریم که میگویند انی نذرت للرحمن صوما، یعنی من برای پروردگارم نذر کردم که روزه بگیرم. این است نظر. نظر هم برای خدا می شود هم به غیر از خدا. نظری که به خدا کار می شود، یعنی مثال بیاریم برای اون که تعیین شود، اگر برای من خداوند شفا دهد من 100 درهم صدقه میکنم، گفته نظر میکنه. همین چیزی که قصد کرد، یعنی به خداوند به شرط ممکن اگر من به شفا دهی من برای شفا یافتنم صدقه میکنم. این است نظر. اگر نظر برای خدا باشد وفا کردنش جایز است، باید وفا کنید. نه اگر غیر از خدا باشد اجازت نیست که وفا کنید. زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث عایشه رضی الله عنها روایت کرد که من نظر ان یطیع الله فلیطیع و من نظر ان یعصیه فلا یعصیه. روایت بخاری. کسی در فرمان اطاعت خدا نظر کند پس آن نظر را اجرا کند، و کسی که در نافرمانی و معصیت خدا نظر کند پس آن نظر را انجام ندهد. ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند اگر نظر کنید که شما، یعنی عهد بندید که به الله اگر برای من فلان چیز را نصیب گردانی یا برای من شفا دهی یا فلان، عهد کنید که همین چیز برای من بدهی ای پروردگار، من برای تو قربانی میکنم، من برای تو روزه میگیرم، من برای تو نماز میخونم. گفته عهد کنید، این باید وفا کننده کار، اجرا کننده کار. وقتی که خدا همین چیزی که شما خواستید داد اجرا کننده. لیکن بعضی نظری که غیر خدا کرده می شود و صاحب قبر و فرشته ها و اولیاء ها و درخت و سنگ و درخت، اینها اگر نظر کرده این را اطاعت کردن، این را یعنی وفا کردن جایز نیست. دلیل به همین حدیثی که آمده است. در قرآن بسیار آمده است درباره نظر که در سوره انسان خدا وصف مؤمنان ذکر می‌کنه یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا. با نظرهای خودشان وفا میکنند و میترسند از روز قیامت. اینچنین در سوره حج آمده که ثم لیقطعوا تفثهم ولیوفوا نذورهم، یعنی وفا میکنند به نظرهایشان. برای من هر یک ما وقتی که نظر کردیم، اگر نظر طاعت باشد، نظر دو تقسیم شد، طاعت و معصیت. نظری که به طاعت باشد، برای الله باشد، یعنی شما طلب عهدتون با الله باشد، این را طاعت می‌کنید. اگر غیر الله باشد این نظری گناه است، نظری معصیت است، این را وفا نمی‌کنید. لیکن نظری که با الله کرده این باید وفا کنید، چون که قرآن خدا گفته که ولیوفوا نذورهم، آنها نظرهایشان وفا می‌کنند. اما بدونید که نظر این تقدیر را تغییر نمی‌دهد. نظر برای انسان یک چیزی است که گویا همین نظر کردی از مشکلش خالی میشه. چون که حدیث ما آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه لا تنظروا فإن النظر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل.
با روایت مسلم که میگه پیامبر اسلام نظر یکون خیل تقدیر به وابستگی ندارد، تقدیر تغییر نمیدهد. نظر این هم برای برآمدن از یک، یعنی انسان هایی که میخواهند که از این پرابلمشون یا که از این مشکلشون خارج شوند، همین نظر به الله عهد میکنند و همین سبب نظر که خارج میشن. برادران و خواهران، اگر خواهیم که نظر کنیم، نظر به الله کنیم، نظر طاعت کنیم، نه اینکه نظر معصیت. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.